سلام. قراره تو این ویدیو بفهمم که کی منو بیشتر از همه میشناسه. هر کسی بین این 4 تا رفیق منو بیشتر بشناسه 15 میلیون از من هدیه میگیره. قراره ازشون سوال کنم، هر کی به من نزدیکتر جواب بده امتیاز میگیره. امتیازها در آخر جنبندی و نفر اول مشخص میشه و برنده 15 میلیون بچه نقد از برنامه The First into Fortnite میشه. مرتضی، مهدی، فرنوش، مائده شرکت کننده های ما هستن. چقدر منو میشناسی؟ 80% میشناسی. آقا مهدی چند درصد منو میشناسی؟ داداشم کنم جایزه جیب به جیب بشه. فرنوش چند درصد؟ بستگی به سوالا داره، میشناسم. مائده تو چی؟ منم بستگی به سوالا داره. لطفاً خواهشاً خیلی نزدیک هم نشستین. لطفی که در حق من میکنین به هیچ عنوان به نوشته همدیگه نگاه نکنین. سوال اول، اگه سفر بخوام برم اولویتم کجاست؟ تایلند. آقا مهدی شما؟ خارجی تایلند، ایرانی شمال، شما تایلند، شما ژاپن. اونایی که تایلند رفتن میدونن که چقدر خفنه. تقریبا میشه گفت همشون درست گفتن. مرتضی، مهدی، فرنوش امتیاز میگیرم، ولی ژاپن رو نیستم. نه. چه سبک فیلمی رو دوست دارم؟ طنز. آقا مهدی اکشن، هیجانی، اکشن. من واقعا فیلم عاشقانه خیلی دوست دارم. هیجانی یعنی چی؟ یه سبک جدیده. یه سبک جدید. ولی از بین بچه‌ها اگه بخوام نمره بدم بین اکشن و هیجانی و اکشن و طنز، اکشن رو من ترجیح میدم. اکشن. چند نفر اکشن نوشتن؟ مائده و مهدی امتیاز میگیرن. فرنوش هم نوشته بود هیجانی اکشن. بریم سوال بعد. بریم. فیلم مورد علاقه من چیه؟ چی؟ خارجی یا ایرانی؟ اسپارتاکوس. اسپارتاکوس چیه؟ مختار. خب یه اسنپ بر مائده بگید دیگه فلاش. خب نگه دار، چرا پاک کردی؟ جمونگ. من فیلم مورد علاقه و فیلمی که عاشقشم فیلم آقای علی سنتوریه و هیچکی نتونست درست بنویسه. بعد یه پرتغالخونه نمیبینی یا بگی پلی کن؟ نه، یه پرتغال. من گفتم مورد علاقه خفن ترین فیلمی که هیچ موقع از ذهنم بیرون نمیره. اسپارتاکوس پلی کنیم هم. آقا من اگه بخوام برم مسافرت کدومو انتخاب میکنم؟ ماشین، قطار، هواپیما. آقا مهدی زده ماشین، هواپیما، ماشین. من خیلی دوست دارم با قطار مسافرت برم، ولی به خاطر موقعیتی که دارم، تایمی که دارم نمیتونم. ولی نسبت به هواپیما و ماشین رو خیلی دوست دارم. اکیپ درست باشه با ماشین بندازی اصلا از ایران هم خارج بشی. هیچکی امتیاز نمیگیره. چرا؟ ماشین زدیم. خب قطار رو بیشتر دوست دارم. فکر کنم آخرین باری که سوار قطار شدم برمیگرده به 10 سال پیش، شاید هم بیشتر. رنگ مورد علاقه من چیه؟ سفید، سبز، مشکی آبی. من با مشکی آبی بیشتر هستم. فرنوش امتیاز میگیره. آقا یه جلسه بزنیم حامد بیشتر بشه. حیوان مورد علاقم چیه؟ حیوان مورد علاقم میمون، پلنگ، سگ، توتی، میمون. مهدی و فرنوش امتیاز میگیرم. من خیلی بچه‌ها میمون دوست دارم و خیلی پرسیدم راجع به میمون، گفتن خیلی اذیت میکنه و اینکه خونه رو به هم میریزه، وسایل تو برمیداره، بعد عقده‌ایه. میگن تو ذهنش نگه میداره بعداً تلافی میکنه و به خاطر همین نتونستم میمون بخرم. خب اگه قرار باشه تا آخر عمر آهنگ یه خواننده رو گوش بدم، اون خواننده کیه؟ اسم خواننده رو بگی؟ شادمهر، محسن چاوشی و شادمهر، ابی. مرتضی چون 100% به هدف زده مرتضی امتیاز میگیره. من عاشق شادمهرم. خب من دیوونه محسن چاوشی. نه یه نفر گفتم، یه نفر. خب خواننده مورد علاقه من کیه؟ چاوشی، محسن چاوشی و چاوشی. امتیاز نمیگیره خانم آمدی. فرنوش چاوشی کیه؟ نه فالش فرنوش نمیشه. هر 4 تا از دوستان خوب من تو این مرحله امتیاز میگیرن.
من احساساتمو بیان میکنم یا نه؟ آره یا نه بنویسیم. خب مرتضی، بله مرتضی چقدر بزرگه، یعنی خیلی بیان میده، خیلی هیچی تو دلم نمیذارم. هیچ بیشترم میگی. قبلا میگم قبل احساسات قبل و بعدم توضیح بده. مرتضی مهدی فرنوش امتیاز میگیره، مایده امتیاز نمیگیره. من آره وقتی ناراحتم چیکار میکنم بنویسیم. مرتضی چی نوشتی؟ من نوشتم با یکی حرف میزنه که آروم بشه، خالی بشی. مهدی نوشته قور میزنی آنفال با یکی درد دل میکنی موزیک. مایده اصلا منو نمیشناسه، من اصلا موزیکی نیستم. ببینید تو این آیتم آره ببین تو این من فرنوش یکی واقعا دوست دارم درد و دل کنم. مهدی امتیاز نمیگیره چون بود شاید اصلا یارو اینستاگرام نداره. واقعا دوست دارم با یکی حرف بزنم خودم رو خالی کنم. مرتضی و فرنوش امتیاز میگیرن و اینکه آره خیلی آروم میشم اگه ناراحت باشم باید یکی باشه خودم رو خالی کنم. عمل کردم تو دعوا چی؟ اگه یه دعوایی رخ بده عمل کردم چی؟ کوتاه میای بعد میزنی؟ اولش اول عصبی میشی پارش میکنی بعد آروم میشی پشیمون میشی بعد. چی نوشتی؟ میشوری میذاریش کنار، فوش میدی و میزنی. نه من چیزی اول عصبی میشی یه پارش چیزی میکنی میگی بعد بعد خیلی اینا همه اصلا من کوتاه نمیام. صحنه دارن لایک میکنن. اصلا من کوتاه نمیام ماهده. اصلا وقتی بحثم با یکی بشه فقط خدا بخشنده است. من با فرنوش خیلی هستم، فرنوش امتیاز میگیره چون وقتی عصبی میشم ناراحت میشم بحث میکنم یه آخرش آروم میشی واقعا بعدش سری ناراحت میشم که چرا زود قضاوت یعنی زود عصبی شدم. همه درگیری ها رو من بودم اولش خوش میده. آقا میشوری میذاریش کنار پهنش میکنه تا خوش شه یارو. تو همین بین عقل و احساس کدوم انتخاب میکنم من بین عقل و احساس هیچ موقع تو هیچ زمینه احساسی برخورد نکردم جز اتفاقایی که واقعا بعضی وقت من خیلی احساساتی ام ولی بذار بگم دیگه مهدی داداش من کی اومدم تو معامله‌ای تو زد و بندی تو اتفاقی احساسی برخورد کردم. همیشه عقل من پیشی بود نسبت به احساساتم و اگه احساساتی هم شدم توی جایی عقلم اون دستور رو به من داد که این اتفاق خفنی باید گریه کنم بغض کنم. من اون چیزی که چه ندیدم نگو اینجا من نبودم. شما بودین؟ من اینجا به مرتضی و فرنوش امتیاز میدم. شما چی نوشتین؟ من اون چیزی که ندیدم و چجوری ببینم. نوشتم. پاک کردم. جدا عقل نوشته بودن به جز مهدی هر سه تا امتیاز میگیرن. اون چیزی که من ندیدم و چجوری بنویسم. من حق ندارم. غذای مورد علاقه من چیه؟ خیلی دوستش دارم. آجا من اسم غذا رو نمیدونم ولی میدونم ماما درست میکنه ترکیب از نخود سبزه و زرشک و مرغای ریشیش هست که میگی عاشقشم. اسمش من نمیدونم. مرتضی درست گفت. اون غذا اسمش چیه مهدی مامان؟ شیرین پلو. نه شیرین پلو نیست. نخود داره شیرین زرش پلو داره، مرغ ریشیش داره. مرغا رو ریش ریش میکنه. من عاشق این غذام. یعنی قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم ولی اگه بین قرمه سبزی و گیگاناق هم همون میشه خاگینه. مرتضی امتیاز میگیره توی این مرحله. من خاگینه رو یادم رفت. وقتی خاگینه؟ آره خاگینه میشه دیگه. گیگاناق به زبان ترکی. وقتی یکی دلمو میشکونه چیکار میکنم؟ ببینم یه باش حرف نمیزنی دیگه باهاش حرف نمیزنی. چی نوشتی مهدی؟ با مرتضی درد دل میکنی پارش میکنی بعد میذاری کنار. وقتی یکی دلمو بشکونه ندیه. شاید یکی معذرت میخوام زنگ زدم گفتم بلند شو بیا بریم بیرون نیومده دلم شکسته. دلت که دست داره نمیشکنه. خیلی دل من شکننده است. یک دو سه دیگه باهاش حرف نمیزنی. نه من کسایی رو تو زندگیم بخشیدم که اگه این کارا رو با هر کدوم از شماها میکردن هیچ موقع اسمشون رو نمیآوردی. مهدی درست میگه. من مرتضی سنگ صبور منه. همیشه با مرتضی درد و دل میکنم و مهدی از این مرحله امتیاز میگیره. اگه بخوام بین دریا و جنگل یکی رو انتخاب کنم کدومه؟ The worst night for
یعنی نمیدونم. بلکستان جنگل دریا. من بچه که بودم عاشق دریا بودم، خیلی دریا رو دوست داشتم بچه‌ها. بزرگ که شدم فهمیدم جنگل یه چیز دیگه است. من چون رفیق بچگی آمدم فکر از اون بچگی بعد عاشق فقط دریاست. مرتضی امتیاز نمیگیره، مائده، فرنوش، مهدی امتیاز میگیره. آره. ببین کدومو بیشتر دوست دارم؟ پاساژگردی، کافه، مهمونی، شهر بازی. به نظر شما کدومو بیشتر دوست دارم؟ میشه برنگردونی؟ خود دارم صحبت میکنم، چرا پایک میکنی سری؟ آره تا آخر نگهش دار. بعد مهمونی هم فهمش، مهمونی رو دوست دارم ولی واقعا اندازه شهر بازی نه. مهمونی هم به هیچ عنوان جایی من نمیرم، به هیچ عنوان جمع خودمون اسمشو میذارم مهمونی. یه دفعه 5 تا 4 تا رفیق اون دور هم جمع میشیم. مرتضی و مهدی امتیاز میگیرن، شهر بازی رو میپسندن. من مدت ما شهر بازی اصلا تا حالا نرفتیم. آره واقعا. ببین بچه‌ها وقتی حوصله‌ام سر میره چیکار میکنم؟ نتگردی، یعنی میرم تو فضای مجازی، میخوابم، آهنگ گوش میدم، فیلم میبینم. فیلم میبینم، نتگردی، اکسپلورگردی، نتگردی، فیلم میبینم. من وقتی حوصله‌ام سر بره دوست دارم فیلم ببینم و اینستاگرام زمانیه که بیکارم و آره مهدی و مائده امتیاز میگیرن. 3 تا بازیگر مورد علاقه من، چه زن چه مرد فرقی نداره. ببینم نوید محمدزاده، شهاب حسینی، نوید محمدزاده، ایرج ملکی کی هست اصلا؟ کارگردان. خب حامد بهداد، نوید محمدزاده، شهاب حسینی، نوید محمدزاده، شهاب حسینی، جواد عزتی. بازیگر مورد علاقه من که خیلی باهاش حال میکنم و ستاره مورد علاقه ترین فیلم منه آقای بهرام رادان تو فیلم علی سنتوریه که کولاک کرد و چقدر خفن بازی کرد و چقدر حس خوبی بهم دست داد. بعد آقای مصطفی زمانی توی فیلم اسم اون فیلم چی بود؟ یوزار سیفت یا نه مصطفی زمانی. بابا تو فیلم چی بود نقش معتاد بازی کرد؟ قصه پریا. قصه پریا. و قصه پریا هم واقعا فوق‌العاده بود. ببین نوید محمدزاده خیلی خفنه، شهاب حسینی خیلی خفنه، جواد عزتی خیلی خفنه، ولی من یه خانم بنویسه نفر یکی؟ هیچ نه. خانم ننوشتی. خانوم بنویسه هیچ کدوم امتیاز نمیگیرم. من بهرام رادانو برای فیلم 3 تا آخه. آره نوید محمدزاده اوکی. اگه مثلا بهرام رادانو مصطفی زمانی و نوید محمدزاده رو مینوشتی بودن. خب هدیه تهرانی رو گلشیفت فرانی، مهناز افشار، شما شهره لرستانی کیه؟ مازیار شده الان. من گلشیفت فرانی چون تو دوتا نوشتی مهدی 100% زده بردم. مهدی امتیاز میگه. گلشیفت فرانی واقعا خیلی خفنه، یعنی رو دستش نباشه. من آدم خوشبینی هستم، واقع بین. چی نوشتی شما اومدی؟ چی نوشتی؟ مستی؟ مشتی؟ زیاد. تو چی؟ من نوشتم واقع بین هستی. خوشبین نباید. با آره اون جوابش آره نه. جواب بدی دیگه. اون روز یه جا بحث واقع شده بین. بود، نشسته بودیم، بعد آمدم شما گفت من بدبینم. بعد یه جا دیگه گفت دیگه هیچ وقت نمیگم بدبینم، میگم واقع بینم. آره واقعیتش اینه که من بدبینم ولی واقع بینم. واقعا اینکه یه اتفاقی بخواد بیفته هیچ موقع نمیگم نه نمیفته، یا یه معامله میخوایم بکنیم اگه توش اتفاق خوبی بیفته میگم آقا این اوکیه. و اینکه بین آره یا نه با مرتضی بیشتر اصلا مرتضی امتیاز میگیره. واقع بینم. آره یا نه بود. جواب آره یا نه؟ خب واقع بینم. خب من با اون خیلی بیشتر حال کردم. از چه دختری خوشم میاد؟ چه دختری تایپمه؟ اونو بچرخون حالا. اونو بچرخون. اسکینی؟ بابا من گفتم بچرخون درستش کن. اخلاقی منظور. اخلاقی، رفتاری، شخصیتی. نه لیپو. سرسنگین، جواب وفادار و صادق، خوش اخلاق، وفادار و صادق خیلی به نظرم به اخلاقیات من نزدیکتره و مهدی امتیاز میگیره. ببخشید من سوال بعد متوجه شدم. خیلی هم بد بود. آقا 2 تا سوال میپرسم. تنهایی رو دوست دارم یا نه؟
و اینکه من درونگرام یا برونگرام، تنهایی رو دوست دارم یا تنهایی رو دوست ندارم، درونگرام یا برونگرام. اون نه برای اولیه اولیه چی بود سوالم؟ تنهایی دوست داری یا نه؟ نه برونگرا. برونگرا. چی نوشتی مهدی؟ دوست داری تو جمع باشی. تو جمع باشی، برونگرا. گراه هستی. خب شما نه برونگرا. برونگرا نه. همشون امتیاز میگیرن دیگه. به نظر شما از سرعت زیاد میترسم یا از ارتفاع؟ ارتفاع پلش خیلی بلنده. من از ارتفاع خیلی میترسم. 4 تاشون هم امتیاز میگیرن. بین پول و عشق کدوم رو انتخاب میکنم؟ عشق. من آقا مهدی میشه نچرخونی پاک نکنی؟ من حرفم تمام نشد. من واقعا پول رو انتخاب میکنم. و آقا 20 ثانیه بهتون وقت میدم، ازم تعریف کنین. هر کی بهتر تعریف کنه به اون امتیاز میدم. آمد خیلی تنده. با به من بگو. به کجا خیلی می؟ تندی، زبونت تنده، ولی نه اینکه رفیقم باشی دور و بر هم میدونم، ولی در عین حال تو دلت هیچی نیست. یعنی فقط تو زبونته. من عین فرموش منم اینو می‌خواستم بگم. خب من 20 بگم ثانیه حالا. همین بود کلا. چون کل زندگیت خلاصه میشه به همین. من بگم یکی از بیرون بخواد نگاه کنه میگه وای من با این نمیتونی زندگی کنی بسازی، ولی ما که داریم با زندگی میکنیم تو لحظه که تندی بعدش یه جوری فروکش میکنی اصلا انگار نه انگار. خب آقا مهدی شما منم همین می‌خواستم بگم. خب بگو دیگه، یه چیز دیگه بگو. فرنوش بذار بگی بعد تو فکر کن بعد تو. فرنوش بگو. دقیقا منم همین رو میخواستم بگم. زود عصبی میشه و هر چیزی واکنش نشون میده. دقیقا 5 دقیقه بعد پشیمون میشه. بعد اینکه به فکر همه هست، به فکر اینکه مثلا انقدر خوشقلبه که همیشه دوست داره که همه موفق بشن و بعد ولی خب اینو مثلا شاید یه جوری بگی که تند بگه ها، ولی خوبه طرفو میخواد همیشه. خب مایل تو بگو. به نظر منم همینطوریه. وقتی عصبانی میشید خیلی زود فروکش میکنید، اما در عین حالی هم که شاید مثلا به یکی خیلی بتوپید خیلی هم شاید دوستش داشته باشید، حتی چیزی هم تو دلتون نباشه. من یه چیزی دیگه هم بگم، اینم یادم بگم، مثلا حامد خودش پول توجی بشه دوست داره رفیقش هم پول داشته خدا باشه. من اینو می‌خواستم اضافه کنم الان. دوست داره با هم بریم سفر، دوست نداره تنهایی جایی بره، مثلا دوست داره اکیپ با هم دیگه اشغال کنیم. آقا مهدی بفهم. همیشه الان به همینه که فکر مرتضی پیشرفت گفت همه خوبی هست. همه رو میخواد، دوست داری همه با هم پیشرفت کنیم. هرچی هم که تو ذهنت میاد تو همون لحظه به دهنت میاد و پشت سر طرف نمیاد، جلو روش میاد. خب مرتضی چون اول کم گفت، این اصلا این نیست که به من نزدیک باشه، یعنی با کی حال کردم اینه که با فرنوش بیشتر بودم و این امتیازو میدم به فرنوش. من شفایی فقط با صدای نازک‌تر بود. آقا هر کی بتونه یه جوک بگه که من بخندم امتیازو به اون میدم. این دیگه از اون باشه. بفهم. یه روز یه مردی میخونه به نرده بعد من اینو می‌خواستم. چی بخندی؟ لطفا. یه روز بر یه مرده میره تو حرم امام رضا، کارتشو میندازه اونجا، میگه اگه شفام ندی رمزشو نمیگم. یه دونه همسایه داریم خیلی با ادبه، همیشه شوهرشو محمد آقا صدا میکنه. اون روز داشت میگفت که محمد آقا چون باهاتون دعوا داشتم میکردم، محمد آقا ریدم تو دهن خواهر. آقاشو میگو. محمد آقا رو ولی میگفت خیلی با ادبه. تو میگی؟ یارو خصیصه میره توی کفش فروشی بعد 40 سال کفش باشه، میگه ای بابا آقا باز ما اومدیم فقاست. من با مهدی بیشتر بودم، امتیاز این مرحله رو میدم به مهدی.
اگه حیوان بودم چه حیوانی بودم؟ من به نظرم از سگ هم مهربونه، در عین حال که مهربونه بد اخلاقم هست، وفادارم هست. من مایده چون همیشه خودم رو احساس میکنم که رهبر خوبی هستم، هم واسه زندگی خودم هم واسه رفیقام احساس میکنم، البته جسارت نشه. من خودم رو شیر میدونم، چون شیر آلفاه و توی قلمرو خودش به جز خودش هیچ نر دیگه ای رو راه نمیده. شاید 10 تا ماده باشه ولی جنگل رو دارم میگم. و اینکه از لحاظ آلفا بودن رهبری، شیر، مهدی و مرتضی. من پاسم نمیستم ولی گفتم یوز پلنگ بیشتر بود. مهدی و مرتضی روز پلنگ زنونه است، خال داره. اگه توی جزیره گیر کنم و فقط 3 تا بتونم با خودم مواد غذایی ببرم، اون 3 تا چیه؟ تخم مرغ، تن ماهی، ماکارونی. تن ماهی، نودل، تخم مرغ، آخری چیه؟ آب مواد غذایی. 4 تا چرا یه نمیشه؟ با نون بخوری. نودل، نان، آب چی بود مرتضی؟ کجا گیر کنی؟ جزیره است یا آب هستی بغلش؟ کثیف نیست؟ جزیره آب چرا شیرینه. پایت میکنی؟ ماکارونی من برنجی نیستم، شاید باورتون نشه. مهدی خیلی برنج دوست داره مثل بابامه. من برنجی نیستم. تن ماهی و سیب زمینی، من تن ماهیچی هم نیستم، سیب زمینی هم نمیدونم، تخم مرغ خیلی میخورم، ماکارونی هم خیلی دوست دارم، تن ماهی رو نیستم، نودل رو نیستم. وقتی غذا تو خونه نباشه خیلی سریع نودل آماده میشه، نودل میخورم. جزیره هم زود حاضر میشه. جزیره باید زود آماده کنی. نان، آب. مرتضی که کلا کنسله. تخم مرغ و ماکارونی فرنوش امتیاز میگیره. آره دیگه اونجا نودل ماکارونی کی میخواد واسه درست کنه تو جزیره؟ دیگه حالا دیگه ما نمیدونم. نودل و ماکارونی مگه یه چیز نیستن؟ آره نه. نودل ماکارونی آماده آقا است. من اگه بخوام ماشین بخرم چه ماشینی میخرم؟ لند کروز. تویوتا ماشینیه که اصلا چیز نداره، آپشن نداره، ولی ماشین آب روغنیه واقعا. یعنی آب روغن بریز توش 5 سال برون، خرج وا نمیکنه. بنزو هستم، دیدار فکر میکنم کم کم. بنزو هستم نسبت به FG. خیلی ماشین مثل کت شلوار و لباس اسپورته. یعنی کت شلوار یه سیس خاصی اسپورت همه میپوشن. FG کروز خیلی دوست دارم، عاشق FG کروزم. تویوتا FG کروز، ولی اسپورته. یعنی چی میگم، واسه لشبازی، واسه رفیق بازی، بری کوه، دشت، دریا، این ور اون ور. ولی من عاشق کلاسکار بی ام خیلی دوست دارم و اتاق 730 الهی به نظرم ماشینیه که دوست دارم بخرمش. بنز خیلی با شخصیت، ولی بی ام رو خیلی دوست دارم. آره باز تو یک کشور تو یک کشور ولی هر سری تو خیابون ماشین افتیاز زرد میشه. باز از تو اینا الان امتیاز نمیگیری؟ نه کی بود لند کروزر شما؟ امتیاز سالات و یا پشت اینکه بدترین و بهترین اخلاقمو به من بگی. بنویسین لطفا. مرتضی از اون ور چی نوشتی؟ زودرنج اخلاق بدمه، زودبخش مثل زودپز. زود ببخشی زود میرنجی. مهدی چی نوشتی؟ زود عصبی شدن واسه همه خوبی خواستم. خوبی خواستن. خیلی مهربونی و تو دلت هیچی نیست. زود عصبی شدنت. چی نوشتی؟ تندخو عصبی؟ چی؟ مهربون و خیرخواه. تقریبا همشون درست نوشتن. و اینکه حالا من آدم خوبی نیستم، بچه‌ها محبت دارم، ولی فکر کنم همینه. اگه من وارد بلاگری و واینری نمی شدم، شغلی که دوست داشتم توش باشم چی بود؟ یکی نوشتی مال من. بساز بفروش، کارگردانی، نوشته بودم ساخت و ساز. کارگردانی خیلی بیشتر به چیزی که من میخوام نزدیکه. مهدی امتیاز میگیره. حالا شغله بمونه مثل برنامه‌های بعدی که اون چیزی که خیلی دوست داشتم و بگم بهتون. در کل دمتون گرم که تو این برنامه من شرکت کردیم. مرتضی، مهدی، فرنوش، مایده، دمتون گرم، مرسی. و اینکه بدون وقفه اعلام میکنیم برنده 15 میلیونی این برنامه ما مهدی تبریزیه. به افتخارش یه دست بزنیم. آره. امتیازش چند تا بود؟
17 امتیاز مهدی میگیره و اینکه داشتم می‌نوشتم برنده مهدی. امتیازهای همه هم اعلام می‌کنین رو آره امتیاز مرتضی چنده؟ 13 مرتضی بنویس 13 14 فرنوش بنویس 14 تو 9 تا. خب بازم خوبه. آقا مهدی آقا مهدی نیست. این جایزه مال مهدی، حالا غریبه هم نیستین از این جیب به اونجا به افتخار مهدی دست بزن. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. دور سرتون بگردم. اهدا میکنم به خودم خیلی گیر و گور زیاد میبوسمتون. مرسی دمتون. شبتون بخیر. خب من فکر کردم تو منو خیلی بیشتر میشناسی. حتی جایی که آقا مهدی هست من واقعا نه یه چیزایی از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم. احساس می‌کردم آه بچگی سوم بودی؟ شدی؟ نه آقا بچه بود مرتضی دریا دوم من خوب نشد. شدم. تو چند 14 تو 13 بچه بود دریا رو دوست داشت. مایده با چند اختلاف تا خیلی شد؟ زیاد. میرفتیم شنا میکردیم، آبتنی میکردیم، یهو جنگل. مثلا مال منم ولی بعد نبود چرا ولی بچه‌ها اشتباه بهتر می‌شد؟ نوشته بودن. چی شد؟ نمیدونم چرا فکر می‌کردم خیلی بیشتر از اینم بشناسم. ولی ژاپن هم بهش حالا فکر کن آجا. ژاپن هم خوبه. فکر آره ژاپن هم قرمه خوبه. سبزی دوست نداشتم. نه اونو که من گل زدم، اونو بعد 2 امتیاز میگرفتم. غذا رو اسمش هم بلد نبودم، گفتم مهدی این برنده شدی بردارم ببرم بذارم تو قاب صندوق دیگه، چون چی به من و تو نداره دیگه. آقا مرسی. مهدی نس دیگه. ولی میریم عروسی الان همینا رو ما استفاده هم خوب می‌کنیم. جواب بدیم. آقا خدا خب 20 سال بود. اصلا بازی آمد نمی‌کنم. ساخت و ساز برای خودت بود.